یادت باشه روز تولد امام علی تنها روز پدر نیست، روز مردانگی و انسانیته. روز دستای پینه بسته است، روز چراغ خونه است، روز کوهیه که با تمام وجودش مقابل زمانه ایستاد تا نذاره روزگار خزونت کنن. روز پدر روز مردیه که با ارزون ترین هدیه ها هم میشه به اندازه کل دنیا خوشحالش کرد. روز پدر روز سایه خداست روی زمین، روز کسیه که برکت دعاش تکیهگاه آرزوهای توه. پدر تنها کسیه که باعث میشه بدون شک باور کنی فرشته ها هم میتونن مرد باشن. پدر عزیزم، با تمام وجودم به وسعت قلب مهربانت دوستت دارم. روزت